اینجوری میریم. قیچی کردم روحانی رو، رفتم تو فاز انقباض. رئیسی رو آوردم با عبداللهیان دراز. تحریما رو تو آینده میکنیم با پار پا. بابا محمودی هم که نتونست. تحریم گرفته خفتم و جسمم و هی میچلونه. برجامم باد کرده اونجا رو تخت مرده شورخونه. خالی شده خزانه و بده کارم تا خرخره. حالا میخوام با رئیسی برم پای مذاکره. مذاکره؟ کدوم مذاکره؟ اگر برم پای مذاکره که موشکی و منطقه و حقوق بشر رو میذارن رو میزم. نه نمیشه، یه جور دیگه بگم. تحریم گرفته خفتم و جسمم و هی میچلونه. برجامم باد کرده اونجا رو تخت مرده شورخونه. غنی سازی میکنم و به بمب اتمی رسم. شاخ میشم و میگیرم این منطقه رو توی دستم. با هارت و پورت و داد و قال قلدر بازی در میارم. روی سقف کاخ سفید میرم امامه میذارم. بابا کدوم امامه؟ گفتن گزینه ها رو میزه. اروپا رو هم از دست میدم. میبرن شورای امنیت دادار دودورم میکنن. چه بکنیم پس؟ باشه اینجوری میریم. تحریم گرفته خفتم و جسمم و هی میچلونه. برجامم باد کرده اونجا رو تخت مرده شورخونه. مذاکراتو کش میدم، با زمان بازی میکنم. آفرین آفرین، از این ستون به اون ستون هی قدی سازی میکنم. آژانس و هی گول میزنم، غربی ها رو بازی میدم. آخرش به کل جهان یه بمب نازنازی میدم. اینم که جواب نداره. اینا دیگه گول نمیخورن که، هی میگن زمان داره تموم میشه. بمب نازنازی من. تحریم گرفته خفتم و جسمم و هی میچلونه. برجامم باد کرده اونجا رو تخت مرده شورخونه. انگار نشستم رو اره. آخ راه پس و پیش ندارم. همین روزاست که تو آینه ببینم ریش میش ندارم. گیر کردم با این رئیسی توی یه بنبست خفن. دوا نمیشه درد من، نه تو بروکسل نه وین، نه منطقه مونده برام، نه چین و حتی روسیه. اون چه آویزونه به من 4 تا جوجوی حوسیه. ملت میریزن تو کوچه، چپ و غم و چاق میکنن. مثل قاسم مثل فخری کتل تام و داغ میکنن. الکی انقباض کردیم، تو هم که به درد نمیخوری. تحریم گرفته خفتم و جسمم و هی میچلونه. برجامم باد کرده اونجا رو تخت مرده شورخونه.